عمق تلخی این پرونده به قدری که شنیدنش در تحمل هر کسی نیست. ماجرای باند جنایتکاریه که اسم خودشون رو گذاشته بودن خفاشای سیاه. باند مخوفی که حمال صابخونه رو می‌بردن و هم به هر زن و دختری که توی اون خونه می‌دیدن تجاوز می‌کردن. این باندیه که 5 دی 1402 به صورت کاملا اتفاقی توسط خود قربانی‌ها گیر افتادن و دستگیر شدن. فکر نمی‌کنم به عمق ماجرا پی برده باشید. اینجا رو خوب گوش کنید تا بفهمید رنجی که این نامردا باعثش بودن یعنی چی. این صحبت‌های مردیه که زندگیش به سرقت رفته و جلوی چشمش به زنش تجاوز شده. چشمم رو که باز کردم دیدم 2 مرد غول‌پیکر در حالی که نقاب به صورتشون دارند بالای سرم وایسادن. خواستم داد بزنم که سردی لوله تفنگی یکیشون رو روی صورتم حس کردم. ناخودآگاه به سمت همسرم برگشتم که برق غم یکی دیگه‌شون رو دیدم که روی سر زنم وایساده. دست و پامون رو بستم و به زور تهدید کلید و رمز گاف صندوق رو گرفتم و هرچی توش بود رو خالی کردم. با اینکه زندگیم رو برده بودن تمام وجودم استرس بود و تنها چیزی که آرزو می‌کردم این بود که سریع‌تر از خونه برم. اون کثافتا رفتن سراغ زنم و هرچی التماس کردم فایده ای نداشت و جلوی چشم خودم 4 نفری به زنم که زجه میزد تجاوز کردن. سلام، به کانال مکعب سیاه خوش اومدید. شما بیننده و شنونده پرونده جنایی از سری ویدیوهای ما هستید. پرونده باند خشن که علاوه بر سرقت از خونه‌های شمال به زن‌های صابخونه تجاوز می‌کردن. اگر به این سبک موضوعات علاقه دارید خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از آپلود ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. فروردین 1402 بود، روزهای آخر تعطیلات نوروز. این 13 خانواده که بچه مرسی داشتن هر جوری بود باید خودشون رو میرسوندن تهران. تقریبا کل روز توی ترافیک جاده شمال بودن و وقت رسیدن به قدر خسته بودن که همشون تقریبا جای خوابیدن بیهوش شدن. ساعت از 2 بامداد گذشته بود که مرد خونه سردی لوله تفنگی رو روی صورتش احساس کرد و از خواب بیدار شد و بقیه ماجرا. اول خالی کردن گاف صندوق و بعد هم رقم زدن صحنه دردناکی که مرد حاضر بود تمام زندگیش رو بده ولی اون صحنه ها رو نبینه که جلوی چشمش و وحشیانه به زنش تجاوز کنه. البته این سرقت و تجاوز خشن با 3-4 نفر اونا نه اولین بار بود نه آخرین بار. اونا شگردشون این بود فقط میرفتن سراغ خونه‌های بالا شهر، خونه‌ها رو خالی میکردن و بعد به زن و دختر صاحب خونه تجاوز میکردن و ردی هم از خودشون به جا نمیذاشتن. با اینکه چند مورد شکایت یک جور هم ثبت شده بود اما پلیس نتونسته بود شناسایی و دستگیرشون کنه. اولین شکایت دی ماه 1401 ثبت شد. زمستون پارسال ماموران پلیس تهران با چند شکایت سعادت آباد و فرمانیه روبرو شدن که چند تا سارق مسلح به خونشون دستبرد زدن و سرقت‌های میلیاردی کردن. اما ماجرا پیچیده‌تر و هولناک‌تر از سرقت بود. بررسی نشون داد اعضای باند سرقت مسلح به 6 مرد جوان هستند که نیمه‌های شب با ترتیب قفل در یا از روی بالکن وارد خونه میشن و بعد از سرقت طلا جواهر و اموال گران قیمت فرار میکنن. سرقت‌های خشن این باند ادامه داشت و اونا سعی می‌کردن خیلی حرفه‌ای عمل کنن. اونا پلاک ماشین رو مخدوش می‌کردن و از خودروهای سرقتی استفاده می‌کردن تا پلیس نتونه اونا رو شناسایی کنه. صورتاشون رو کاملا می‌پوشوندن تا دوربین‌های مدار بسته هم نتونه به پلیس کمکی کنه. در ادامه تحقیقات و شکایت‌ها مشخص شد که اعضای این باند در جریان سرقت‌ها باعث مرگ 1 نفر شدن. ماجرا از این قرار بود که سارقان مسلح بعد از ورود به خونه دست و پای پدر خانواده رو می‌بندن و اونم به دلیل شوک ناشی از این حمله وحشیانه دچار ایست قلبی میشه و جونش رو از دست میده. در حالی که سرقت‌های سریالی سارقان مسلح ادامه داشت، ماموران پلیس با شکایت‌های دیگه‌ای هم روبرو شدند که پرده از یک راز هولناک برداشت و اونم این بود که سارق‌های مسلح علاوه بر سرقت از خونه‌ها به زن‌ها و دخترای جوان خونه هم تجاوز می‌کردند. سرنخ این جنایت‌های دردناک رو یکی از شوکی‌ها که خیلی اوضاعی به هم ریخته‌ای داشت به پلیس داد و توی ثبت شکایتش نوشت نیمه‌های شب همراه همسرم و بچه‌هام توی خونه خواب بودم که ناگهان مرد مسلح نقابدار رو روی سرم دیدم. می‌خواستم فریاد بزنم که اونا با اسلحه من و زنم رو تهدید کردن و بعد هم دست و پامون رو بستن. اونا با شکنجه زنم به زور کلید گاف صندوق رو گرفتن و تمام اموالم رو ریختن توی کیفاشون. فکر می‌کردم اون کثافتا بعد از سرقت خونم رو ترک می‌کنن و به زن و بچه‌هام کاری ندارن. اما اون نامردا سراغ همسرم رفتن و شروع کردن به اذیت کردنشون و هر چقدر من و زنم التماس کردیم فایده ای نداشت. اونا با بیرحمی تمام مقابل چشمای خودم به زنم تجاوز کردن. حاضر بودم همه زندگیم رو بدم، حتی جونم بدم، اما اون صحنه رو نبینم. بعد از اون روز از سایه خودمون هم میترسیدیم
و حتی دیگه با زنم نتونستیم توی یه خونه بمونیم. دیگه نمیتونیم حتی تو صورت هم نگاه کنیم. پلیس هیچ سررخی از این بند مخوف پیدا نکرد و فقط هر چند هفته یک بار با یک شکایت تازه روبرو میشد که یک باند 6 نفری به خونه با حضور ساکنینش دست بر زدن و علاوه بر سرقت دارایی‌های مالی، دامن اون خانواده بخت برگشت رو هم لکه دار کردن. اونو به جنایتاشون ادامه میدادن و پلیس هم توی بیعملی محض هیچ کاری نتونسته بود از پیش ببره تا اینکه یک اتفاق عجیب اونا رو گیر انداخت. یک زوج جوان که خرداد 1402 از خونشون سرقت شده بود در حال قدم زدن توی یک پارک نزدیک خونشون بودن که زن صدای عجیبی رو میشنوه که داره با تلفن حرف میزنه. صدا به گوشش آشنا میاد و یک دفعه همه اتفاقای تلخ اون شبی که خونه‌شون رو خالی کردن و جلوی چشم همسرش بهش تجاوز کردن عین یک فیلم از جلوی چشماش میگذره. به سمت صدا برمیگرده و در عین ناباوری میبینه این همون نامردیه که بهش تجاوز کرده. زن و شوهر دیگه کنترلشون از دست میدن و به اون حمله میکنن و از مردم کمک میخوان و مردم هم به کمکشون میان و در نهایت انتظامات پارک و پلیس هم سر میرسن و مرد بازداشت میشه. متهم که با شکایت زن و شوهر راهی کلانتری شده بود منکر همه چی تا اینکه ظرف چند ساعت همه شاکی‌های سرقت و تجاوز توی کلانتری حاضر میشن و دقیقاً همون مرد رو از بین چند متهم دیگه شناسایی میکنن. با شناسایی اون توسط شاکی‌ها میدونه دیگه راه فراری نداره، اعتراف میکنه و 5 نفر هم دستش هم لو میده تا ظرف چند ساعت همشون دستگیر بشن. پرونده این 6 متهم خطرناک به اتهام سرقت، تجاوز و ضرب و شتم منجر به مرگ تکمیلی و برای تحقیقات بیشتر راهی دادگاه شد. با اینکه به تازگی اعضای باند دستگیر شدن و هنوز زمان دادگاهشون مشخص نیست، اما به احتمال زیاد دادگاهشون در زمان کوتاهی برگزار میشه و اون 4 نفری که تجاوزشون معلوم شده محکوم به اعدام میشن و اون 2 تای دیگه حبس‌های سنگینی میگیرن. و حالا برای درک بهتر این جنایت وحشتناک بهتر صحبت‌های تیمور سردسته این باند رو بشنویم که چطور به همه اتهاماتش اعتراف کرده. تیمور که قبلا هم سابقه سرقت داشته و پارسال از زندان آزاد شده با چند تا از همبندی‌های قدیمش یک باند درست میکنن و اسم اونو خفاش‌های سیاه میذارن که خونه‌های شمال شهر رو خالی کنن. تیمور میگه ما معمولا سرقت‌ها رو شبا انجام میدادیم و چون نقاب داشتیم و نقابمون هم شبیه خفاش بود واسه خودمون اسم گذاشتیم و به خودمون میگفتیم باند خفاش‌های سیاه. ما توی خیابون کوچه‌های شمال شهر تهران پرسه میزدیم و وقتی متوجه میشدیم خونه خالیه نصف شب میرفتیم خالیش میکردیم. اما یه وقتایی هم میشد که میفهمیدیم کسایی توی خونه هستن. اون موقع بود که ناچار میشدیم دست و پاشون رو ببندیم و با تهدید اسلحه سرقت کنیم. اما ای کاش اصلا وارد خونه‌ای که کسی توش بود نمیشدیم، چون الان جرممون فقط سرقت بود نه تجاوز. تیمور در ادامه ماجرای تجاوز به افرادی که ازشون سرقت میکردن هم اینطور تعریف میکنه و میگه واقعیتش شیطون گولمون زد. ما معمولا 4 نفری وارد خونه میشدیم و 2 نفر دیگه هم، یکی راننده بود و یکی هم به پا. توی یکی از دزدی‌ها زن صابخونه خیلی خوشگل بود و صابخونه واسه این که دست به زنش نزنیم هر چی خواستیم بهمون داد و ما هم وسوسه شدیم و دست و پای و دهن هر دوشون رو بستیم و به زنش تعرض کردیم. بعدش از این کار خوشمون اومد و چند بار دیگه همین کار رو کردیم. نقشه ما واسه سرقت حساب شده بود و محال بود گیر بیفتیم، اما همین تعرض ها کار دستمون داد. مثل اینکه وسط تعرض نقاب یکی از بچه‌هامون افتاده بود و اون خانم هم شناساییش کرده بود و بعد هم تو پارک همون خانم دیده بود و شناخته بودش. این 6 ماه عملاً توی بازداشتگاه هستن و منتظر برگزاری دادگاهی که شاید 4 تاشون رو بفرسته بالای دار. ممنونم از اینکه تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید این کار رو همین الان انجام بدید و از ما و کارهامون حمایت کنید.